سلام پر از مهر نثارتان بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت سوخت، هواداران برنامه هدیه زندگی. شاید اندک در حیرت هم هستید که چرا امروز این برنامه را من برندگی میکنم و چی رابطه به منبر بانوان ارزنده و زیبنده دارم. گپ در سر آن است که قهرمان امروزه هدیه زندگی خود مؤلف و برنده آن، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، مدیر شعبه فرهنگ اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت، هدیه بانو نبیزاده. هدیه بانو نبیزاده، محرر ورزیده تلویزیون ولایت سوخت، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، ختم کرده فاکولته سخنشناسی دانشگاه دولتی خوجند، دستپرور مکتب ذخیره کادرهای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، رئیس شورای زنان اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت. در تالیف دهها برنامه جالب در تلویزیون سهم شایسته گذاشته است. از جمله برنامه ترانه دل از ترانه‌های ایجاد کرده خود هدیه بانو نبیزاده تهیه می‌شد و مخلصان زیاد پیدا کرده بود. برنامه نکسریشت باشد از حیات انسان‌های روزگار دیده روی کار می‌آمد. چمنستان سخن از ایجادیات ادیبان ولایت و جمهوری به مردم ذکی و ذوقمند مژده می‌رسانید. فستیوال گلدختران تاجیک، نمایش شکرخانه کمال و چندین برنامه‌های دیگر محصول ایجاد هدیه بانو نبیزاده به حساب می‌روند. برنامه ادبی و موسیقی سپیددم را همراه با ژورنالیست طاهر اسکندرزاده تهیه نموده است که من بعد تاجیکانه نام گرفت. بعداً برای ذوقمندان برنامه‌های فراغتی روزنه مهر و شمیم صبح را آماده و به مردم غذای معنوی بخشیده است. برنامه‌های ثمره استقلال و انجمن سعادت نیز طفل خیال هدیه بانو نبیزاده میباشند که توسط آنها جامعه را به سمت وطن دوستی، خودشناسی و حفظ ارزش‌های ملی راهنمون ساخته است. هدیه بانو نبیزاده مؤلف و کارگردان چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی سطح ولایت و جمهوری از قبیل فستیوال آزمون گلدختران سوخته، نوروز خوجند، هنرمندان سوخته و فستیوال‌های اطلس و ادرس، چکامه گیسو، چکن، چاره‌بینی روز عائله و مؤلف کتاب سیمای سوختیانه است. عین زمان در تلویزیون ولایت سوخت با برنامه‌های هدیه زندگی، آفتاب محبت، مژده شفا و سلسله آچرک‌های تلویزیونی مهمان کاشانه ذوق بلند تماشابینان می شود و همچنین راهبر گروه ایجادی برنامه شمیم صبح است. برای خدمت‌های شایان هدیه بانو نبیزاده با عنوان اعلاچی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، اعلاچی فرهنگ تاجیکستان، افتخارنامه‌های کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با زنان و عائله جمهوری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند سرفراز گردیده است. هدیه بانو به قول خوش آمدید به کاشانه خودتان. تشکر، شما هم خوش آمدید. در عرفه 25مین سالگرد تولید برنامه هدیه زندگی خواستیم با شما یک صحبت خاصه داشته باشیم. خب سورپرایز کردید. بله به قول همین طور است و بیاید صحبت را با این سوال آغاز میکنیم که 25 سال برای ایجادکار یا عمر یک برنامه چه فرصت است؟ کم و یا زیاد؟ تشکر جاوید جان. البته برای ایجادکار مهم وقت است و وقت را با ثمر گذرانیدن و خیلی 25 سال شد من خودم نفهمیده موندم. بسیار تکاپوها بودن با بسیار انسان‌های صمیمی و زمینی و انسان‌هایی که در حقیقت از روزگار آنها من برای خودم یک شمعه گرفتم. به مانند مثلا گریم خادم دولتی و سیاسی بی‌حجت رحیم و گلافزا صبرالدین و عبادت رحیم و شادروان سفرا باقی و زلفیه بحریدین و رسام خلقی اتحاد شوروی، معلم اتحاد شوروی فاطمه صمد و خادم دولتی و سیاسی موجوده بابایی و نظیره غفاری، مکرمه بزرگ و نعیمه مومین و
یکی از سابقه داران ساحه معارف، اولین دکتر خلقی اتحاد شوروی که همین عنوان را داشتند بی ملکه خالمتова. ما وقتی که با اون کس صحبت کردیم، برنامه تهیه نمودیم و تمام ولایت سوخت با خبر شدند که این شرفی البته طبیبان ولایت سوخت است که اولین طبیب خلقی SSR در بین جامعه از ولایت سوخت هستند. سایرام ایسایی و هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان، زیبونیسا رستم و چمپیون که جهان اوید با کمانوری، اگر نام این خیل انسان ها را اینطور بانوانی ارزنده را من گویم ساعت ها کمی میکنند. شاید چهره هایی بودند که پسی پرده مانده بودند. ما همراهی استاد شادروان کارگردانی شناخته عبدالله جان غفاروف جستجو میکردیم که همین خیل انسان ها را ما روی آب کنیم، از نو آنها را فعالیتشان را برای جوانان باز کنیم. همین طور هم شد اینا جان بایمت و یکی از چهره های شناخته که ما درباره این نفر یک فیلمی مستند آماده کردیم. بسیار بسیار یک لحظه های گوارا، حسی افتخار، حسی بودن که من با این خیلی زنهای نامی، زنهای معتبر صحبت کردم. آزاد امینزاده شاعری توانای تاجیک، شاعره فرزانه بانو، مطلوبه میرزا یونس، امیده غفارова که با اینها من هم صحبت بودم. بسیار از کار و پیکار آنها برابری دیدن و آموختن برای خودم هم تجربه کرده توانستم که یک ذره باشد هم برای خودم گرفتم و امروز من برنامه هدیه زندگی 25 ساله شد. راستی جاوید باور نمی کنم که این خیلی وقت مثل یک سمندی تیز پا باد پا می رفته است. همه آن قهرمان های برنامه شما اساساً بانوان فعال بودند. آن بانوهایی بودند که در جمعیت نقش خود را گذاشته توانستند. دهقان زنها هم بودند و نه تنها زنهای شناخته بودند. بله، دهقان زنها، زنهای عادی، زنهای خاکسار، آن زنهایی که البته نقش خود را گذاشته توانستند برای تربیت فرزند. نانوای زن بودند، استیاردس زن بودند که ما پرواز کرده بودیم تا سمت دوشنبه و لوی خاطری من نقش بستند. هر یکی با یک کوچک یک زندگی شایسته خودشان. خب 25 سال برنامه هدیه زندگی تألیف شد. چقدر قهرمان ها را در خود جای داد. مهمان چندین خاندان انسان های نیرومند. چقدر بیننده ها به طفیل همین برنامه آشنا شدن با این چهره های ماندگار جامعه. خب به مقصد رسیده؟ البته به مقصد رسیدن کم است حالا جاوید، برای آنکه من حالا اینقدر کتاب های ورق نازده بسیار هستند در صحیفه برنامه من کوشش میکنم که در آینده تا فرصتی هست تا میتوانم خدمت کنم به خلق و وطن، آنها را از زندگی آنها، از مهربانی هر یک زن در برنامه خود جا داده باشم. سلامت باشید. من و شما در جاده ژورنالیستی سرنوشت قریب که همسان داره. بله. زیرا هر دو هم از کار روزنامه و تلویزیون آمدیم. من میدانم که محض با توصیه شما به این درگاه آمدم، یعنی به اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت. اما میخواستم بدانم که خود شما چطور به این درگاه آمدید، چه خاطره دارید از پیوستن تقدیرتان با تلویزیون؟ بله. اصلا من در ساحه تیپ کار میکردم، فعالیت میبردم. همین درد بیماران، رنج بیماران مرا وادار میکرد که من قلم گیرم و پیوسته ایجاد میکردم. همون ایجاد کرده های من در صحیفه روزنامه شهری تیراز جهان پیوسته چاپ میشدن. 3-4 مراتب دعوت کردم. خودشان بعد استاد عبدالمجید باباجانیان زنگ زدن. من بعد رفتم در آنجا روزنامه تیراز جهان در یکی از آشیانه های
مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت جایگیر بود. آنجا رفتم، وقتی که در آمدم یک محیط سازگار، خیلی یک نفرانی چی بودن، انگشتشمار یک 7-8 نفر کار میکردن، خیلی خوش پذیرفتن و دعوت به عمل آوردن که من با آنها همکار باشم. بعد من آمدم نزد جهان نبیویچ، سردختوری بیمارخانه اندوکرینولوژی ولایت. اون کس گفتن که نه، من کادری میدادگیم نیست. بعد عبدالمجید باباجانیان باری دیگر زنگ زدن و هر دو به موافقه رسیدن و گفتن که اگر وقتی که من راضی میشوم اومده نوبتداری میکنن. من هم راضی شدم. بعد روزنامه اومدیم یک، یعنی شما را تقسیمی با انصافانه کرد. بله بله. در وقتی که روزنامه آمدم، در حقیقت انسان‌های خیلی صمیمی، خودی عبدالمجید باباجانیان مرا یک پدروار استقبال گرفتن. مهیا واسیزاده، یک قلمکشی ژورنالیستی ورزیده، مانند نسای قربان، کریم شریف، شادروان نعمت آتش، الکساندر زینانویچ دون، نفرانی بودند که در حقیقت انسان‌های خیلی مهربان و انسان‌های دنیا دیده و روزگار دیده و تجربه اندوخته. من هم برابر آنها قلم زدم، از پس آنها، از پس آرزوها، از پس امیدها. و صحیفه افراغ را عبدالمجید باباجانیان که من اون سالها خیلی جوان بودم به ذمه من واگذاشتم. یعنی صحیفه برای جوانان. من باور کنید چقدر یک قوه و نیروی جوانی که کار میکردیم. میگفتن که شما روزنامه نگاران در یک جا نشینیدان. روزنامه نگار من باید که کابینت بنشیند، رویتان جستجو کنیدان، چی خبر و گزارش های پیوسته آموزتان بیاریتان، خبر و آچرکای نوشتان. همین خیلی هم شد. در یک روز 2-3 بینی ها رو میگذرانیدیم و اومده یک چای کبود رو دم کرده، سری ماشین کبود اونجا چاپ میکرده که اینکه کامپیوتر نبود در اون وقت، ماشین‌های دستی بود، خیلی وزنی بود. البته چاپ میکردیم، مقالمو میبرامد. اینقدر هوسمند میشدیم، خرسند میشدیم وقتی که نامتون به روزنامه ثبت میشود. اومده من به پدرم میگفتم که پدر جان، من نام شما که بر آمدم. پدرم افتخار میکردن، روانشان شاد بود برای دانش گرفتن من، برای انسان شدن من. پدرم مادرم خیلی زحمت ها کشیدن. بعد جاوید وقتی که قلمم نقش شد، وقتی که مرا به ملاقات ها، من به مجلس های حکومتی میفرستادن، در آنجا یک برنامه بود از طریق تلویزیون ولایت میرفت منبر حکومت. نبی جان حمیدوف مؤلفه همین برنامه بودن و گاه ژورنالیستی ورزیده جمهوری تاجیکستان اکرم علی حسنوف شادروان همون برنامه رو راهبردی میکردن. یعنی برنامه در کتابخانه ولایتی به نام تاشخواجه اسیری هر هفته یک مرتبه برگزار میشد. در اون وقت اکرم علی حسنوف وقتی که ما سوال گزاری میکردیم، سوال جواب ها میشد، گفتن که هدیه بانو، من یک پیشنهاد دارم به شما. برنامه دریچه صبح را ما از نو آغاز کنیم و شما معرفی کنید. من اول حیران شدم، راضی نشدم. بعد اکرم علی حسنوف و رئیس اون وقت تلویزیون ولایت سوخت عبدالعلی خلیلوف دعوت کردند که من به تلویزیون ولایت سوخت به کار آیم و گفتند که هفته یک مرتبه روز یکشنبه ساعت 6 صبح برنامه دریچه صبح آغاز می شود. باور کنید جاوید، ساعت 6 صبح ما الکی تیار شده به استودیو مستقیما به بیننده ها سلام و پیام رسانیم. تصور میکنید؟ و ساعت 5:30 الکی من آمده به تلویزیون وارد می شدم. ماشین خدمتی بود، البته ما رو می آوردن، تکنیکو می آمدن، نوار بردارو می آمدن، کارگردانی برنامه علی جان محمدی فراوانشان شاد بود. بسیار یک جوانی تشبسکار بودند، صاحب ابتکار بودند که سازنده، جوینده بودند و برنامه دریچه صبح اینقدر رنگ و رنگ بود. باور کنید حالا هم اون برنامه به لوح خاطر من
ابدی نقش بسته است. وقتی که یکمین مرتبه من سری همون میزی وای نشستم، برنامه دریچه صبح همراهی اکرمعلی حسنوف. تصور کنید من همراهی اکرمعلی حسنوف، اون کس چقدر نطاقی بقوت، چقدر برنده، چقدر روی صاحب کسب بودن و ژورنالیستی نوتکرار بودن. من همراهی اون کس نشستم. البته سیناری پیش ما بود. وقتی که من میگفتن که اعلام میکردن که برنده ها آماده شوید، حاضر مستقیما پخش می شود. یک وجودی مرا ترس فرا می گرفت. باور کنید درون نوکی همیشه می لرزیدم. یک دو مراتبه از شاید از آوازم، از خستگی آواز یا اینکه از لرزشی آواز اکرمعلی حسنوف پای بردن، گفتن که خواهر عزیز نترسید، فقط شما دانید که همین استودیو اختیار شما، این استودیو دیگر هیچ کس نیست، هیچ کس شما تماشا نمیکنه، هیچ کس نمیبیند. من همیشه چه کردن یک بار دو بار سه بار برنامه گذاشت، اینقدر بای برنامه بین مردم شهرتی بلند گرفت که هر وقتی که کوچه میبرامدی میگفتن که دریچه صبح، همین نام که ما را میشناختن دریچه صبح. بعد یک سالی همین دریچه صبح برنامه مرا روز عبدالعلی خلیلوف و استاد اکرمعلی حسنوف دعوت کردن به اتاق کاری. گفتن که معلمه یک برنامه هست، هدیه زندگی، اون وقتا حسن زندگی بود. بله. گفتن که همین برنامه رو شما صاحبی میکنید. من گفتم راستی گفت اول ترسیدم. من گفتم اینقدر زنهای برومند و زنهایی که تجربه خیلی زیادی کاری دارند و شهرتشان عالمگیر است، من اونها که خیلی شده صحبت میکنم، آیا من را قبول کرده میتوانند آنها؟ گفتن که ما باریم داریم که شما میتوانید. رفتیم. اولین برنامه‌ای که من روی نوار آوردم یکی از چهره های تابناکی ساحه سیاست، معارف، این کس شادروان عافیت رحیمова بودند. یک زنی بسیار قوی اراده، یک زنی همیشه نگاه کردن و گمان کردم که از همین یک نگاهشان تمامی حیات و فعالیت و وجودی مرا اونقدر علاقه آموختند. بعد گفتن که دخترم شما همین برنامه تهیه میکنید، یکمین مراتب آمدید نزد من، شما درباره من یکون چی میدانید؟ من گفتم من از زمین تا آسمان از استاد عبدالله جان غفارov من سپاسگزارم. گفتن که بانو وقتی که یگان جا میرید شما دانید که وای کی هست، کار و پیکار او رو تماما آموزید، بعد درگاه آن آدم قدم مانید. یعنی شما الکی آماده بودم. من همه سوالای ترتیب داده، اون کس دربارهشان ترجمه حالشان از مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند گرفته بودم. من گفتم که بله معلم عزیز، اونجا خیلی جوان بودیم. من گفتم که بله معلم عزیز، من خیلی خوب میدانم شما را، شما فلان 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 جاها کار کردگی. اون نفری که یک دمی خیلی جدی نشسته بودن به لبشان تبسم در آمد، خرسند شدن. گفتن که دخترم آفرین، از شما آینده ژورنالیست میبراید. همین منبع درس شد جاوید. باور کنید من کجایی که میرفتم میآموختم، همه وقت حرکت میکردم که مسلح شده روم. یکی از استادانی من که در روزنامه حقیقت لیناباد بود اون وقتا که ما کورسی یک ساله‌ای همون روزنامه رو ختم کرده ایم، از 40 نفر داوطلبی که استاد گرامی قدری ما روانشاد ایوبی که اینجا دست دادند تنها 3 نفر موندیم. من، بنده، محمود جان ددابویف، روانشان شاد بود. بسیار یک ژورنالیستی با مهارت بودند. بعد صنوبر مولابویف که در رادیو فعالیت می‌بردند. ما 3 نفر موندیم از 40 نفر. یک استاد عجایب رفتار می‌کردن، می‌گفتن که کمتر تونگپ هم بودن، سختگیر بودن. می‌گفتن که وقتی که شما ژورنالیست میشویدان، وقتی که قلمکش میشویدان، دانسته مانیدان. شما قلم رو گرفته، کاغذ رو گرفته میرید نزد یک نفر، شما فکر نکنید که وای تیر ندارد،
و یک شاید کیستش به یک 4-5 تیر نگاه داشته است که برای آنکه شما رو زند. مسلح نزد رقیبتان روید، دانید که با یک حریفی خیلی بقوت رفته همصحبت میشوید، شما هم از وی دیده 3-4 تیر اضافگی گران روید. ما حیران میشدیم، خیلی جوان بودیم که این تیر برای چی تیر میگویند. سونی بعد میگفتن یک سخن عجایبشان بود که ژورنالیست وقتی که از در راند از تیریزه درآید، از تیریزه راند از در گشته درآید. ما حیران میشدیم، نیست جوانو میخندیدن با هم دیگر نگاه کرده که این چه میشد. بعد راستی گفت که جاوید ژورنالیستی از در رانده از تیریزه میدراند که نشدیم و به هر حال انسان شدیم، به هر حال یک مدنیتی ژورنالیستی، اتیکه ژورنالیستی را رعایت میکردگی شده در بین مردم فعالیت بردیم. همین وقتی که با کوچه ها میبرای یک نفر میگه که فلان برنامه شما رو دیدم، باور کنید که همین شب راحت کردم و نبیره هام رو با گردم جمع کرده گفته دادم. همین برای من بسندگی میکرد که اون شاید 4 نفر یا 40 نفر اگر طول همین سالها برای خودشان یک چیز برداشته باشند، من خوشبخت هستم. رسالت ژورنالیست هم در همین است. بله. که اون موادی که آماده میکند اگر در خور ذوق بیننده یا خواننده باشد، البته خود را خوشبخت و رسالت اجرا کرده حساب میکند. در کلوار ایجادی شما در طول سالهای فعالیتتان در تلویزیون 10 برنامه و آچرگاه هست که در میان آنها هدیه زندگی هم یک مقام شایسته خود را دارد که سببگار امروز به هم آمدن ما هم هست. خب دایر به دیگر اون دستگلهای ایجادی خودتان که آماده کردید، با محبت جمع آوردید و برای بیننده آنها را نثار کردید. بله. یک برنامه داشتم، سیما در سیما، و خوشبختانه امروز هم عمل میکند این برنامه و چهره های خیلی شناخته در این برنامه جای داده شدند، به مانند اکادمیک محمد جان شکوری، به مانند استاد فرزانه، عثمان جان غفورов، عطاخان سیفاللهیف. چقدر استادانی بزرگ، چقدر پروفسوران، اکادمیکان من هم صحبت شدم، البته آموزگاران، هنرمندانی اصیل که با هنرشان جهان را فتح کردند، نام تاجیکان را بلند برداشتند. با آنها هم صحبت شدم که این برنامه هم موقع خودش را یافته است و یکی از برنامه هایی که من 5 سال تهیه کردم، عبدالله جان غفورov استادم در شبکه اول در تلویزیون تاجیکستان زیاده از 100 شماره همین برنامه دوگانه ها تهیه کردن و روزی گفتن که هدیه بانو امروز من چند سال است که همین برنامه از خاطرها قریب فراموش شده است و چی میشه که همین در تلویزیون ولایت همین برنامه رو راه اندازی کنید. برنامه خیلی یک مسئولیتی گران را طلب میکند، زیرا که در آنجا 1 نفر 2 نفر قهرمان نیستند. در آنجا اگر ما 10 تا میز مانیم، در 10 تا میز 10 نفری نشینند، 100 نفر مهمان هستند که اشتراکچی برنامه هست. اشتراکچی خیلی یک برنامه کلان حجم بود و حرکت میکردیم که ما با یک صحنه‌های جالب درباره روزگارداری، عائله داری، درباره تربیت فرزندان، درباره مناسبت زن و شوهر، ارزش‌های عائله و عائله داری، خانوادگی که امروزها البته با دستگیری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، هنرمندان خیلی زندگی شایسته میبینند. هنرمندان در آنجا جا شدند و البته آنهایی که صاحب گرانت شده بودند ما دعوت میکردیم، همراه شاگردانشان آمده آنجا نشسته درباره هنر و هنروریشان سخن میراندند و حافظان نامدار هم آمده سرودهای خیلی جالب میخوندند. در مجموع این برنامه یک برنامه خیلی جالب بود، دیدنی بود. دخترها خوشدامن رنگ مادر است، دلسوز و غمخوار، مهربان و حلیم. اگر من عروس شوم
аввал дили модарҷонамро меёбам, зеро агар дили хушдоманро ёбӣ, калиди бахт дар дасти туст. خودم که در سایه تیپ فعالیت بردم، یک با دیپلم سرخ ختم کرده بودم و کمتر تجربه هم داشتم. برنامه مژده شفا رو میبرم که شما حالا هم طبیب هستید؟ بله. پیشتر طبیبی بودید که مثلا با واسطه درمان ها مردم را طبابت میکردید، امروز طبیبی هستید که با سخن بله طبیبی سخن مردم را بله آرامش میبخشید و این به تاثیر هم نماند. یعنی بله. همین پیشه‌ای که شما قبلا داشتید، بله. کسب اصلی شما طبیبی، بله. در ایجاد شما هم به تاثیر نماند و یک خطور برنامه ها هم روی کار بله. آمدن البته تولید شدن. بله. 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 باور کنید جاوید، مژده شفا برنامه ها رو تهیه میکنیم که البته در اونجا در بابت این یا آن بیماری سخن می رود. مقصدی ما اساساً سلامتی ملت است، سلامتی خلق است. وقتی که مادر سالم است و عائله سالم بنیاد میکند، فرزندان سالم رو به وایه میرساند، درباره چخیل تیار کردن خوراک، کدام موادهای آذوقه‌واری هستند که برای سلامتی خیلی مفید هستند و باید مردم، باید زنها در یک روز به فرزندانشان اقلاً 2-3 نمود خوراک رو پزن. بعضا عائله های هستن یافت میشن البته که یک خوراک میپزن، یک دیگ کلامبه و یک خوراک رو همه فرزندای بیچاره 3 روز میخورد. این برای سلامتی خیلی ضرر می آورد. غذا یعنی که باید گوناگون باشد. گوناگون باشد. امروز بانوان ما بیشتر به من این چخیلی گویم محصولات های تیز تیار اهمیت میدهند. حسیب چه ها من و اون چیزهایی که به ارگانیسم کودک خیلی زیانی کلان میرساند و باید که آنها از موادهای دانگی بیشتر استفاده برند که هم جای گوشت را میگیرد و هم برای سلامتی فرزندان، برای رشد عقلانی و ذهنی فرزند هم تاثیر خوب میرساند، قدی کودک را بلند میگرداند. بعضا همسایه ها میگوین که نبیره های شما اینقدر قدشان بلند. من میگویم که من برای این کار کرده که یعنی که ترکیب خوراک آنها را من منتظم رعایت میکردم. باور کنید. فکر میکنم عاده بانو که همین اعتبار دادن شما به غذا قبلا هم از آن جهت باشد که شما طبیب هستید، به قدر سلامتی میرسید و از جهت دیگر فکر میکنم این در مهارت کدبانگی خود شما هم هست و اگر خطا نکنم چند سال قبل در یک آزمون بانفوس شما در این سمت غالبیت رو به دست آورده بودید. غالب هم شده بودید. خب بیاید از همین خاطره ها اندکی ورق گردان کنیم. بله. اگر خطا نکنم سالهای یا 2015 بود یا 2016 بود، ما 3 نفر رفتیم از ولایت سوخت به دوشنبه شهر آزمون گذراندیم. در اونجا ما از شهر خوجند چقدر موادها رو همراه خود بردیم. باور کنید از همین ماش و لوبلای موادهای دانگی، گوشت و تمامی محصولات خریده رفتیم. بعد اونجا رفتیم، من در خانه یکی از دوستانم دکانم نشسته، یک شبانه روز همون پخت و پس کردم. از یک کدو چند نمود خوراک را پختیم. از ماشدار چخیل میشد، از لوبلای سرخ، لوبلای کلان هست که دراز، از لوبلا چقدر نمودی. من از لوبلا کتلت کرده بودم که وقتی که آمدن سری میزی ما آمدن همه عکس برداری میکردن، با هیجان نگاه میکردن. این چخیل اینه آرا داد، چخیل اینه پختی دا، اینه کدوی چخیل پختی دا. از کدو من چلپقچی خودش هم کتلت با این پختی بودم. و همون روز جهانی عزیززاد بودن، یک دانشمند به خود دادن هم محصولات هایی که ما تیار کردیم، دیدن کردن، چشیدن و گفتن که ولایت سوخت آفرینتان، شهر خوجند در حقیقت تیراز جهان است. اینقدر بهای بلند دادن و لیکن دل خیلی چی میکرد که یکم جا میداده باشند یا نه. بعد گذشته رفته ایستاده بودند و باز برگشتن آمدن گفتن که اینقدر درباره سلامتی، درباره این همه موادهایی که استفاده کرده
شما ترکیبش رو برای چی سلام با کدام بیماری مفید است، با کدام بیماری رو رفع میکند یا کدام بیماری رو پیشگیری میکند، همش رو نوشته. نوشتجات ها ایستاده، همه نوشتجات های ما شروع کرده ما گذاشته بودیم. گفتن که یک سوال دارم با شما، همین پامیدار نزدی شما من این پامیدار ایستاده است، همین چی خصوصیتی تبابتی دارد، همین چی دارد که پامیدار خیلی برای ارگانیسم مفید است؟ من گفتم استاد عزیز پامیدار لیکوپن دارد، برای پیشگیری کردن بیماری سرطان مساعدت میکند. اون کس میدونستن که شما معلومات طبی داره؟ نه نمیدونستم. بعد دعوت کردن که من به پایتخت به کار روم. البته خرسند هم شدیم و آزمون جنبست گردید، غالبیت نصیبی ما شد. بعد روز پس ما گشته به خوجند آمدنی بودیم که مؤلفی برنامه کاشانه مسلمه مختار و یکی از برنده های نامی تاجیکستان زنگ زده گفتن که هدیه بانو باور کنید حالا هم تصوراتی همون میز شما قلبی ما هست، ما اینجا آمدیم همه گپی ولایتی سوخت بود. شما امروز مهمان میشوید به برنامه کاشانه. برنامه کاشانه ثبت کردند، از یک کدو چند نمود خوراک رو من برای بیننده ها پیشکش کردم، آماده کردم و البته یک چند مراتبه طریق تلویزیونی تاجیکستان شبکه اول رفت که من افتخار میکنم. جاوید ایجاد نمایش تلویزیونی البته کار دست جمعانه است، کار یک نفر نیست. تهیه برنامه ها شما در تهیه هدیه زندگی چنانکه که الکی اشاره کردید با استاد زنده‌یاد عبدالله جان غفارов کاری نزدیک و شایسته داشتید. خب از چسب و تلاش‌های ایجادی با این کارگردان ناماشنا فکر میکنم خاطره های ماندگار دارید. الکی همکارانی من، همکسبانی من پی برده ایستادن که من چی میگویم، زیرا که استاد یک عباره خیلی زیبا داشتن. ما بعضا خنده میکردیم، بعضا قهری میشدیم. میگفتن که تلویزیون توی ندارد، تلویزیون شوی ندارد، وقتش به کار میبیتن، وقتش میبریتن. آخر ایلوه هم بود به فکرم یک شنبه هم ندارد، توی هم ندارد. یک انسانی بودن که دلسوز به کار خود. باور کنید میگفتم که همین استاد چه خیلی آدم ذکر میکنن، برای چی خیلی مناسبت میکنن. باور میکنید جاوید حاضر من خودم همیشه شدگی از خاطرم نمی براید. یک ثبتی نوار به ناحیه دوردست اشت بود، یک کمپیرک در اونجا زندگی میکردن با نامی آسقالی همون دیه نام برآورده بودن که بسیار یک زنی که اگر گوییم که زندگی دنیا را آموخته است و ما خطا نمی کردیم. گفتن که پول دارید رهکی را؟ من گفتم برای چی استاد؟ گفتن که اشت میرید. من گفتم برای چی؟ ثبتی نوارمو فردا استاد امروز میرید می آموزید، تماما می آموزید، بعد ما فردا گروهی کاری میرویم. اکن باور کنید جاوید همین لحظه اون کس انسانی کلانسال چی میگویید؟ چی جواب میدید؟ من گفتم استاد من یک تا خودم اونجا چی میرم؟ میرید؟ شما ژورنالیست هستید؟ اتوبوس فلان جا میشه میشینید میرید. باور کنید ما رفته آموخته یک روزی دراز گشته با قهرمان برنامه‌تون پیشکی آشنا شده. این خیلی قهرمان ها خیلی زیاد بودن. نمی گفتن که وای در کانی بادام یا در استفاره یا در یکون جای دیگر. می گفتن که شما میخواهید آبرو گیرید روید، برای روید رفته آموزید وای چه حال داره، چه خیلی زندگیش. اون چی که اون کس می گفتن ما الکی همش نوشته می گرفتیم، بعد آمده سیناری ترتیب داده می رفتیم. باور کنید اون سالها برای من یک سالهای آفتابی بودند، روزهای آفتابی بودند. من رو در جاده ها رهکشایی کردند. من توانستم که با یک کوچکترین اگر هدفم نایل شده باشم سعادتمند احساس میکنم که من توانستم که
مکتبی چنین انسان‌های صاحب تجربه را گذاشته توانستم. مکتبی آنها برای من امروز هم گرچنده که چند سال شد در بین ما نیستند، برای من مایه آموختنی و برداشتنی و افتخار است. ما میدانیم که شما یک بانوی خیلی هم با غیرت هستید. در برابر کار تلویزیون همزمان در تهیه چندین چهاره‌بینی‌های جشنی سطح بلند هم در قلمرو ولایت سهم گذاشتید. هر دو سمت هم مسئولیتناک. البته. خب چطور دست میافتید؟ من چند چهاره‌بینی‌هایی که در ولایت سوخت برگزار می شود، چه سطح ولایتی چه سطح جمهوریوی، من سرفراز هستم، من سربلند هستم. افتخار هم می کنم که فستیوال اطلس و ادرس، فستیوال چکان، چکامه گیسو که من بارها هم مؤلفی سناریو و هم کارگردانی این چهاره‌بینی‌های سطح ولایتی و جمهوریوی را به عهده داشتم که از این افتخار میکنم. همچون یک روزنامه‌نگار، همچون یک قلمکش، ایجادکار توانستم که سهم ارزشمند خودم را گذارم. همزمان بنده همراهی هنرمند و کارگردان صاحب ذوق حالا معاون اولی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابد نظرов و ژورنالیست ورزیده محکمبای کریمов به مناسبت 20 سالگی اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به حیث راویان چهاره‌بینی شرکت ورزیدیم که برای من خیلی خاطرمان است. باور میکنید من همراه محکمبای کریمов طوری 5 سال محفل دوگانه ها را یک جای می بردیم که از تماشایش بسیاری ها ذوق می بردند. با مناسبت 20 سالگی تأسیسیابی تلویزیون ولایت سوخت کتاب را من تهیه کردم، ایجاد کردم با نام سیمای سوختیانه و در اینجا همه همکاران من، همکسبان من، کار و فعالیت آنها، البته عکس‌های خاطروی، یک نوع کتابی است که از فعالیت کارمندان هم کارمندان هم از تاریخ تأسیسیابی تلویزیون ولایت سوخت گرد آورده شده است و باور کنید برای من خیلی عزیز است. گرچند که همون شب و روزها تهیه کردن یک کتاب در یک ماه خیلی مشکل بود. ما یک ماه وقت دادن، راهبری آن وقت یک ماه وقت دادن، زیرا که وقت خیلی کم بود. در یک مدت کوتاه همین را ما نوشتیم و امروز وقتی که ورق میزنم عکس همکاران را میبینم خیلی خرسند میشم که من توانستم همه زحمت‌ها و یاقوت جانم جای داده باشم. همشان برای من عزیز هستند. و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که در ولایت سوخت گذشت، یک کمپوزیسی جالب بود. خوشبختانه به من دست داد است که همون سیناریوش را نویسم و قابل قبول مهمانان عالی مقام شد. از اینها البته خیلی افتخار نمیکنید. تلویزیون آمدم جاوید انسان‌های بسیار صمیمی، انسان‌های زمینی، انسان‌های روزگار دیده که مرا احاطه کردن. با آنها هم نشین بودم، هم صحبت بودم. زندگیشان برای من مایه برداشتنی بود. البته معلمی عزیزی ما، معلمی تمام کارمندان تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت، محبت میرسید و که یکی از چهره‌های تابناک، اولین راهبری که تلویزیون ما را افتتاح کردند، حیات بخشیدند و امروز تلویزیون با راهبری یکی از راویان خوش صدا و خوش سیما، ژورنالیست با مهارت، راهبری عاقله و دانا، راهبری سازنده
راهبری جوینده منیره رحیمزاده که ما امروز همکاری میکنیم، باور کنید خیلی همچون زن مادر همچون انسان خیلی مهربان هستند. به قلبی هر یک کارمند جای می شوند و شما را گوش کرده می توانند. اگر یک نفری که صاحب قلم است، یک نفری که صاحب کمترین استعداد است دستگیری می یابد. با ابتکار سرمحرر تلویزیون ولایت عالم جان تاشمتوف، سرکارگردان تلویزیون ولایت سوخت میرزا جمال قاسم زاده برنامه های رنگین و جالب تهیه می شوند و کارگردان های پختکار جمعبای رسولوف، عبدالصمد رسولوف، محمد جان عمروف و سیدالله فیضیوف، نواربرداران کسبی تحت راهبری طالب نبیوف، مسئول تکنیکی با راهبری دلیر نظروف، تنظیمگران چیردست کاظم خان نسیموف، شریف جان سلیموف، حبیب خان بابایی و دهها دیگران برای بندوبست برنامه سهمی ارزشمند می‌گذارند. قانون زندگی همین گونه است. روز شما به این یا آن درگاه می‌روید همچون شاگرد و امید می‌کنید که از انسان‌های با تجربه درس بیاموزید، کار از خود کنید و روز می‌شود با گذشت ایام که در نتیجه خود شما هم صاحب تجربه می‌شوید و می‌خواهید درس اندوخته خود را برای دیگران هم بیاموزانید و فکر میکنم طول این سالها شما هم همچون یک کارمند صاحب تجربه تلویزیون در تربیه شاگردان زیاد هم سهم گذاشته اید. بله، چی در داخل چی در بیرون. باور کنید بعضا میشد که شاگردان زنگ میزنن میگن که من فلان شهر با شما آمده بودید، ما یک ماه شما که کار کردیم، من از شما بسیار چیز را آموختم. این علاقه هم مایه خوشبختی است که یک نفر شما را سراغ میکند. و در تلویزیون و رادیو ولایت سوخت شاگردانی البته زیاد دارم. جاوید خودتان میدانید مفتونه ها با یک چند سالهایی بودن که همه برنامه روزانه مهر را به انتظاری میکشیدن که مفتونه ها میبراید. اصلا مفتونه شهاب‌الدین زاده وقتی که صنفی 7 میخوندن من برنامه تهیه کرده بودم، برنامه نوروزی. در آنجا یک دختره که مایده که نهال برین ما از همانجا شروع شده بود آمده رفت میکردن و آخران تقدیرشان بوده است به تلویزیون آمدن و بسیار دختری که ذوقمند، هوشمند، دختری که دانشمند. علاقه مجموعه شعرهایش تیار هست که روی چاپ را بیند و امروز هم در تلویزیون فعالیت میبرند و هم در کالج TB ناحیه باباجان غفوروف در آنجا استادی علم هستند و همزمان سرمحرر روزنامه کالج هستند که بدوش دارند. البته من خرسند میشوم که آنها آموخته توانستند، آنها گرفتند و مفتونه هادیبایی و در دانشگاهی تجارتی تاجیکستان فعالیت میبرند و همزمان در تهیه برنامه شمیم صبح سهم میگذارند و بسیار جوانان فرزان مشریپوف، منیره بهرامزاده، پروینه صادق و عزیزه یار و کمال‌الدین کمالوف، صناعت و سیاحت و فاطمه و زمیره و بیرازیه، اینها دخترکانی هوشمند و ذوقمند و زیباپرست و زیباگو هستند. من افتخار هم میکنم که توانستم به قلب آنها مهر سخن را پیدا کرده باشم. من امروز هم آماده هستم که برای شاگردان را تیار کردن در جاده کار تلویزیون زحمت کشیده باشم. هدیه بانو یک با بهانه سالگرد برنامه هدیه زندگی، یعنی برنامه خودتان، فرصت دست داد که چند لحظه یک صحبت راحت بخش داشته باشیم، جان بخش داشته باشیم. خب اگر به اختیار خود شما واگذار کنم همین صحبت را با کدام جمله ها میخواهید که به پایان رسانیم؟ بله جاوید، حاضر شما گفتید
برنامه ها چندین قدر برنامه ها تهیه کردم. اگر همون مهمان هایی که در برنامه هدیه زندگی اشتراک کردن شاید از 500 نفر زیاد باشند. همون مهمان هایی که من دیگر برنامه ها و دعوت کردم و صحبت کردم زیاده از 100 نفر هم زیاد باشند. به خاطر من مانده برنامه ها باز هم برنامه آفتابی محبت. من به کدام خاطر آفتابی محبت موندم که اگر قلبتان آفتابی باشد جهان شما آفتابی می شود. اگر سخنتان گرم باشد شما می توانید که به قلب یگان نفر جای گیرید. باور میکنید امروز تمام شرایط ها برای ایجاد کردن هست. وقتی که ما کار میکردیم باور کنید پیاده تا کجاها میرفتیم. بعضا استاد عبدالله جان غفارov میگفتن که بانو یک велосипед گیرید شما آسان میشد. انیخه میگفتن. بعد سالهای مدهیشی که جنگ شهروندی بود بله. ما با یک بخانک نان به نوبت می ایستادیم جاوید. باور میکنید این روزها رو اگر به خاطرم بیارم بسیار وزنین است. این روز وقتی که به بازار پنجشنبه می روید از یک درش می دروید به وی در می بروید تمام رسته ها از فراوانی نانهای گوناگونی مامایی پر است. نان گندمی به مشام می رسد بویش چقدر فراوانی است. من خوشبخت از آن هستم که در برنامه شکرخانه کمال به خاطر جشن کمال بزرگوار چقدر دخترکان را صاحب علم هم گویم خطا نمی کنم زیرا که آنها را به یک خانه کمال ما جای می کردیم. شیرخوانی را اول تا آندمی که مسحق می کردم شیرخوانی را طرز تلفظ را به آنها یاد می دادیم. از خاطرم نمی رود روز آخرین جشن کمال بود. من مؤلفی همان سیناری بودم. در خانه خودی کمال خوجندی صورت گرفت و همکاران من جواهر احمدزاد نقش کمال را باز میکردن. در اونجا دخترکان همشون با لباس های ملی و راهبرت گفتم که وقتی که مهمان ها نزدیک میشن زنگوله دروازه رو زنید. ما دختران رو اشاره میکنیم که آنها برنامه چاره‌بینی را آغاز میکنند. بعد نزدیک شدن مهمانان با راهبری اسکر حکیم از جمهوری ازبکستان بودند. چقدر شاعران و نویسنده ها متفکران کمال شناسان از دولت های خارجی هم بودند. وقتی که به خانه کمال آمدند زنگوله میزند دروازه آهسته دو دخترک دروازه را میکشایند که صحنه حولی خواجه کمال وقتی که همه جوانان دخترکان در آنجا کمال رمزی شعر میخواند خوش آمدید به درگاه من. این قدر با وجد می آیند و از چهره هر یکی آنها باور کنید یک خرسندی. همون لحظه ها همون کارها هیچ وقت از خاطر من نمیرد. هدیه بانو از تربیه شاگردان زیاد حرف زده و خوشبختانه امروز صاحب نبیره های دوست رو یکم هسته. خب برای تربیه آنها هم فرصت میابه؟ بله البته خوشبختانه به مهربانی کردن وقت میابند. در جاده زندگی روی خودشون رو یابند. بهترین ثروت بهترین دولت برای من این نبیره هام هستند که من در زندگی یافتم. یک شاه دختری دارم، دامادم بختیار جان، دخترم مطریبه خان و نبیره های عزیز و دوست رویم دلشاد جان، مهران بانو و شیرزاد جان که اصلا میوه های عمر من هستند. میوه های شکرین. من خوشبخت انسان هستم که دعای سبز مادر را میگیرم. مادران تمنا میکنم که همیشه دعاگوی ما باشند، روشنگری چراغ زندگی ما باشند مادران. من جاوید باید یک چیز را گویم در فرجام صحبت که زحمت های مرا ایجادیات مرا به نظر گرفته پیشوای معظم ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سال 2022 خانه استقامتی را به من هدیه کردند. من از ارمغان پیشوای ملت خیلی سربلند هستم و باز کوشش میکنم که چقدر شاگردان زیاد را تربیه کرده باشم در این جاده
در روزگارداری، در عائله‌داری، عموما در ساحه تلویزیون و نگفته نماند که از رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده که البته دستگیری متخصصان هستند و دستگیری جوانان هستند، همیشه دستگیری میکنند. من عرض سپاس میکنم و باید گویم که هر یک انسان پیش از همه که امروز اگر هدف بشریت انسان بودن و انسان شدن باشد، انسان بودن چیز یک رسالت خود را، رسالت ازلی خود را در نزد جامعه ادا کرده تواند. من خوشبخت از آن هستم که یک ذره باشد هم سهم کوچک خود را گذاشته توانستم و من با تلویزیون ولایت سوخت افتخار میکنم. من با همکارانم، با همکسبانم افتخار میکنم. با شما افتخار میکنم جاوید عزیز که طول سالیان زیاد در روزنامه تیراز جهان فعالیت بردیم. در تلویزیون با همکسب و همکار و همردیف هستیم در زندگی. سربلند باشند همشون، بیننده های عزیزی ما موفق باشند در زندگی. تمنا میکنم که آسمان ما همیشه صاف باشد. سلامت باشید هدیه بانو. اشاره کردید از همان زمان دشوار جنگ شهروندی. من امروز با افتخار میگویم که در تنور مادر تاجیک امروز نان صلح و ثبات، نان خاطر جمعی، روزگار آباد و آسوده میپزد. نکهت آن امروز پیر و برنامه را معطر میگرداند و آرزو میکنیم که تاجیکستان جاودان باشد، دولت ما همیشه تنج باشد، آباد باشد، صلح باشد، ثبات باشد، امنیت باشد. شما افتخار کردید که در تلویزیون هستید، با همکاران خود افتخار کردید. ما نیز با شما افتخار میکنیم و برای شما آرزو میکنیم که هم قلمتان و هم عمرتان همیشه سبز باشد. سلامت باشید.